یه توضیح کلی میدم راجع به کسی رو با چه سر و کار داریم. اول از همین بدونید که تک تک شما آدم بسیار شجاعی هستید. شجاع در اون معنی که میشه چی میدونید هست شجاع. هر کسی که یه خواسته ای داره بابت اون خواستش تغییر بده حاضر که مسائلش رو بپذیره تا به اون خواستش برسه. نظر من شجاعیه. کسی که رژیم میگیره میخواد تغییر وزن ایجاد بکنه میدونه که بعد از یه سری از امیالش در نظر کنه خودشون گرسنگی بر وزن کنترل بکنه و با علم بر این بازم اون کار رو انجام بده چون آدمشون این دارد با شما صدق میکنه. به خاطر اینکه اولا من حدسم برای شما خیلی آگاه نیستم نسبت به این رشته درسته، یعنی کاملا بهش واقف نیستم که برنامه چی کنم. یه مثالی من صحبت کردم الان دارم بکنم بخاطر که هر بار من متفاوت شما صحبت کردم شاید در آینده چیزی بکنم به خاطر اینکه سعی میکنم صحبت من در جریان چیزی نباشه که از قبل متوجه بشه. به ذهنم میسپارم میام خیلی خودم راجع به ترمودینامیک مثال میزنم ولی صحبت من بگم من از این موقع دورش میکنم که میتونم اشتباه نیست. مثالی که داریم اینه که در قانون دوم ترمودینامیک یه بحثی هست که در هر سیستمی به صورت خودکار آنتروپی در افزایش. آنتروپی چیه؟ آنتروپی مفهومش به فارسی میتونه باشه زمان، میتونه باشه تحلیل، استکاک حتی میتونه باشه و این از یعنی چی؟ یعنی که اگر من یک اتومبیل رو یه سیستم در نظر بگیرم، اگر ازش زیاد استفاده بکنم مستحقق میشه، مگر اینکه تجربه نگهداری داشته باشه. اگر یه شهر رو سیستم در نظر بگیرم و بهش درست رسیدگی نکنم به شهری نداشته باشم، این شهر رو دچار بی‌نظمی میشه. بدن آدم هم دقیقاً همچین چیزی. بدن آدم هم اگر ورزش نکنه قطعاً دچار آنتروپی میشه و این فضایی هم دارست. حتی اگر ورزش بکنه و تک‌بعدی باشه باز این اتفاق میفته. خیلی هم میگن من بدنسازم، روتین میرم تمرین میکنم، حوازی میزنم، وزنه میزنم و یه رژیم ثابتی هم دارم، پس من مسئول میکنم از این همچین چیزی هیچ وقت اتفاق نمیفته. حتی اون سیستمی هم که یه روتین ثابتی رو داره طی میکنه دچار آنتروپی میشه. کی ما میتونیم جلوی آنتروپی رو بگیریم؟ زمانی که بتونیم انرژی مازادی به یه سیستم وارد بکنیم و ساختار رو درش تغییر بدیم. اون کاری که ما اینجا میشه در بدنسازی حرکت‌ها گسستن. شما میاد روی گروه عضلانی تمرکز می‌کنید، در بهترین حالت فول بادی انجام میدید ولی دارید رو عضلات کار می‌کنید و اونو میذارید که در انیمال فلو یا سایر رشته‌های جریانی و حرکت‌ها سیارن. اینجا علاوه بر عضلات شما دارید بافت‌های همبند که گنده بدنشون تشکیل میدن کار می‌کنید و اینجاست که باز قدرت واقعی بدنتون رو درک می‌کنید از چه چیزهایی ازتون در میاد. بدنسازی خیلی داره دیدیم یک کسی عمری نجوم به خودم ورزش کنه ولی توی شرایط مختلف ممکنه یه سری کارهای روزمره‌شو نتونه پیش ببره. یک کارهایی که باید چابکی زیادی داشته باشه، قدرت زیادی داشته باشه، شاید نتونه انجام بده. میگه آیا این کاری که من میکردم فقط برای دکور بدنم؟ نه، اونم مفید بوده ولی نیازه به افراد خاص. همین موضوع و رشته‌های مختلف در جریان دقیقاً برای من می‌خوام. نه تنها بدن بلکه ذهن ما هم سیستمیه که اگر فقط بسنده کنیم به کار روتین و روزانه اون هم دچار اضطراب میشه، فرسایش پیدا میکنه، دچار ضعف میشه. ولی وقتی که چالش میکشیم طبیعتاً قضیه فرق میکنه. این رشته ورزشی جزء محدود رشته‌هاییه که بیشتر از بدن شما از ذهن میشه. کلاس اصلی میگن که کلاس اصلی که چرا کنیم کلاسی که مربیان توش آموزش میدن. ما گفتن که چند تا سوال از کلاینتون بپرسید. حالا سوالات مختلف. آخریش این باشه که آیا دست چپ و راست بلدی؟ همه وقت میگن بلدن. داشتید با اطمینان بگید که در پایان جلسه سوم شما دست چپ و راست با. چون اونجاست که شما تحت فشار باید فکر کنید. و فکر کردن تحت فشار کار ساده نیست.
مجموع صحبت این که ما وقتی وارد این رشته شدیم داریم سعی می‌کنیم با انرژی که وارد می‌کنیم تغییر ساختار بدیم تو بدن، در کنارش بحث بدنسازی و هر چیز دیگری هست ادامه میدیم، ولی این رو برای تکامل خودمون انجامش میدیم به خاطر اینکه با آنتروپی قراره و در واقعیت من خودم همچین تصویر ذهنی دارم که میگم زندگی یک نبرد دائمیه بین زمان و جریان و این دوتا همیشه وجود دارن. مهم اینه که ما الان توی جریان هستیم و این کار یک میخوایم انجام شد. حالا جزئیات بعد توضیح میدم.